این هفته خبر تو خبر داره براتون از حماسه اقتصادی که داره میره امسال حسابی عظما رو فیتیل پیچ کنه. وزیر اقتصاد گوش و گردن شکستش هم اومد تو جنبندی سال 91 این که اقتصاد نظام هنوز تمام کش نشده رو به عنوان امتیاز خرج کنه تا به صیدلی روحیه بده. در سال 91 بی‌معرفت هم بانک مرکزی رو تحریم کردن، صنعت نفت ما رو در واقع یا تحریماشون رو دیگه خیلی سفت کردن. ولی من فکر میکنم که در کل اقتصاد ایران از دوشک اومد بیرون. امتیاز عالی نتونست داشته باشه، با امتیاز عالی کشتی رو ببره، ولی در مجموع اونا نتونستن اقتصاد ایران رو خاک کنن. از قدیم گفتن این حرفا واسه صیدلی تنبون نمیشه، چون خوب میدونه که این اوضاع اقتصادی مثل زودپز بدون سوپاپی میمونه که دیر یا زود قراره بترکه. به خاطر همینم کار تیویری شده فرار به جلو و انداختن توپ گرونی تو زمین مردم. یا همه تقصیر رو انداختن گردن دولت و مجلس آره، و اینم انصاف نیست. قیمت ها بخشی از خود مردم واقعا باید توان هم دیگه داشته باشن دیگه. میوه فروش کیه؟ نمیدونم فلان قش چیه. بعضی از اقلام رو خداوکیلی نخریم هیچ اتفاقی برای خودمون نمیفته. حالا یه بار خیال گوجه نخوریم طوری میشه یه هفته این کارو نکنیم. عجب پیشنهاد حماسی داد. مردم هیچی نخرن، فقط آخوندا و خرپولای نظام بخرن. شاید هم جدی باید رفت سراغ این آقای پیازچه با پیشنهاد املتیش. من 3 تا بسته پیشنهادی دارم. یک، فعلا امت مردم عزیز تا 2 هفته دیگه فعلا روی کرد املت خودو کم کنن، یک مقدار املت کمتر درست کنن. دوم، استفاده از طرح ژنریک، استفاده از رب به جای گوجه فرنگی. عنوانش هم بذاریم گوجه فرهنگی. اونی که گوجه فرنگی که اتفاقا اسم بدی هم داره، همه خیال میکنن از فرنگ آمده در ادامه تهاجم فرنگی و غربی، اینا گوجه فرهنگی. سومین پیشنهاد من تغییر رویکرد تولیدی کارخانجات، تبدیل گوجه به رب هست. یه بار بیان برعکسش کنیم، جهت دستگاه رو عوض کنیم، رب به گوجه فرنگی. بله، کلن حل مشکلات اقتصادی به عهده مردمه، حکومت فقط مسئول چاپیدنه. و حالا یک برنامه تاثیرگذار با یک پیشنهاد ولایت پسند برای درمان ریشه‌ای مشکلات اقتصادی. به جایی که کیلویی و صندوقی میوه بخریم، دونه‌ای خرید کنیم. به جایی که 2 کیلو میوه بخریم، 2 تاشو بخوریم، 1 کیلو 700 شو بریزیم دور، دونه‌ای میوه بخریم. همونقدر میوه بخریم که میخوایم مصرف کنیم. اون آدمی باید خجالت بکشه که این سیبای خوشگل تو یخچالش میگنده. بینندگان گرامی، همه پیش به سوی فرهنگ دونه‌ای. فرهنگ دونه‌ای یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. پس پیش به سوی فرهنگ دونه‌ای. زنده باد فرهنگ دونه‌ای. من میخواستم خیلی تاثیرگذار و پر انرژی صحبت کنم. در یک کلام میخواد بگه به جای فرهنگ اعتراض، فرهنگ خودخوری و خونه نشینی رو پیشه کنید. برق مصرف نکنید، مرغ نخورید، گوجه نخرید، میوه نخورید، سوختم مصرف نکنید، با خط 11 موتور سواری کنید. ناگفته پیداست که این طرح‌ها و پیشنهادهای دوغکی کاری از پیش نمیبره و النهایه حماسه اقتصادی رو سر خود عظما خراب میشه. حالا یه نگاهی هم به پیشرفت‌های ولی فقیه در زمینه حماسه سیاسی بندازیم. با نزدیک شدن انتخابات، اقتدار ولی فقیه روز به روز آبکی‌تر میشه. البته ببینید یک مسئله هست خیلی مهمه که ما رابطمون با ولی فقیه چی باید باشه. یعنی یا ایشون نظر داره، منم نظر دارم. ما چه حقی داریم این کار بکنیم؟ کی به ما این حق داده؟ قانون اساسی که ولی فقیه قبول داره. در نتیجه وقتی به من سپرده شد که تو بخشی از ولایت رو برو رأی بده، با عقل کی باید رأی بدم؟ با عقل خودم. ببینید پشم و پیله ولی فقیه تا کجا ریخته که هر کی از راه میرسه یه نوکی بهش میزنه، ولی نایی برای توپ و تشرهای ولایت مدارانه باقی نمونده.
انتری هم این فرصت رو هوا میزنه و هر جا میرسه برای گرفتن سهمش تو انتخابات یه جفتکی به سیدعلی میپرونه. انتخابات برای ما، برای جمهوری اسلامی، یه ابزار سیاسی در دست سیاستمداران و قدرتمندان نیست. هم باید تابع رأی ملت باشه. احمدی نژاد میخواد با این صحبت‌ها رقبا رو از صندوق رأی دور نگه داره تا هر کاری خواست با صندوق بکنه. بلنشید و میخوام بکنم. بلنشید خیلی ریز میبنم. چقدر حال میدم به جوریم. این وسط تنها واکنشی که از موچه‌های سیدعلی در میاد یا التماس و معذرت خواهیه یا دعوت به آرامش. هنوز میتونی اگه آبرو نظامو بردی برگردی آبروشو حفظ کنی، ولی همیشه اینجور نیست. یه روزی روی لنگ پا نگهت میدارن میگن وایس جواب بده. این یکی هم فکر میکنه با دعوت به آرامش میتونه بحرانها رو ببره تو اندرونی بیت. روزنامه ها رو باز میکنه، فلانی چی گفت، فلان کلمه این اتفاق افتاد، شروع میکنن کلی افکار مردم رو به هم میریزن. والی از همه شایسته تر است که بپوشونه این عیوب را تو جامعه، ولی از پشت صحنه قاطعانه برخورد کنه. روزه آرامشی که این حاجی میخونه از ترس وقایعیه که ممکنه تو انتخابات رو سر عظما فرود بیاد و اتوبوس نظام رو چپه کنه. ترس از نفرت جوونا از آخوندا حاج آقا بابا شمل رو وادار کرده که بیاد با تهدید گم کردن آدرس بهشت برای خودش پامنبری جور کنه. از عالمان ربانی خیرخواه مانند گوسفندی که از گرگ فرار میکنه فرار میکنم. آدرس بهشت رو از کی میتونن به دست بیارن؟ فرار از عالمان ربانی فرار از ولایت، فرار از بهشت و به سرعت به جانب جهنم حرکت کردن. این مشنگل شیطان هپروتی هم میخواد با چسبوندن خودش به فردوسی میون جوونا خودش رو محبوب کنه. ببینید این علمای ما از این آقایون از این فکولیا بهتر میفهمن فردوسی چیه. حتما آدم باید بره مثلا با خارجی ها هشت نشر بکنه تا فردوسی رو بفهمه. فردوسی مال ماست. خلاصه فاصله از علمای ربانی نگیرین ای جوانان عزیز، به دام نیفتین، هر کسی دلبری نکند از شما، امروز روز خطرناکی شده. مشنگ بعدی این کلاش و شعراست که میخواد با برندمارک دین فروشی اشعار بنجلش رو آب کنه. یه وقت یه نصف روز میشینی یه مصرعش هم نمیتونه بگی، یه وقت هم وضو میگیری 2 رکعت نماز. ما تو قبرستان ابوطالب ایستاده بودیم، روحانیمون گفت که حاج آقا شعر برای حضرت خدیجه ندارید؟ به حاج آقا گفتم حاج آقا شما پس زحمت زیارت رو بکشید، من برم اون طرف که 2 دقیقه ببینم میتونم یه خلوتی با حضرت خدیجه داشته باشم. یه رباعی ازشون میخوام، بیشتر نمیخوام. از حضرت خدیجه یه رباعی میخوام. رفتم اون طرف وایسادم، همینطور گفتم یا خدیجه تو رو برق فاطمه زهرا، برق دخترت قسمت میدم، یه رباعی ناب بگو، من کاغذ در آوردم قلمم بنویسم. همینطور این شعر اومد. از اونجایی که تو اوضاع پتال اقتصادی نظام همه صنایع رو به افوله، صنعت آبگوره‌گیری هم خورده به خنس. بعضی طلبه‌ها سراغ اساتید فن رفتن تا یه راهی برای گریه‌های زورکی در بیارن. اگر در موقع روزه خواندن گریه‌مان نمیگیرد، مثل اونها که گریه میکنن خودت شبیه اونا بکن. بعد یا قدهای اشیشون نظر فیزیکی خراب بشه، نداره آب توش نیست، از چه فشار بیارن نمیشه. در این صحنه که میبینید بسیجی‌های دماغ سوخته این رهنمود رو به کار گرفتن و با نعره‌های گوشخراش کمبود آبقوره رو جبران کردن. داد میزنی فقط ها، بعدم تو راه تا خونه میری گریه کن.
میکنم. داد زدی. حالا اینو میگم همینجوری نرم نرم اشک بریز تو فرهاد. جایزه باروت خیس خبر تو خبر به این مجری شاستریپ تعلق میگیره که ناخواسته بیشترین ضرر را برای رسانه اصلی ولی فقیه به ارمغان آورده، طوری که سریع تصویرش رو عوض میکنن. سیب من عماد نیاورینی خورد. تبلت کو؟ تبلم اینها. نه آقا نزن. و حالا مهیج‌ترین و اکشن‌ترین سکانس تاریخ تیویریش که بر اساس یک صحنه بسیار واقعی از عملیات‌های پیروزمند نیروی انتظامی ساخته شده. آلپاچینو بعد از دیدن این سکانس رفت تو فکر بازنشستگی. براش پوشش بدن. سلام علیکم. چی دستور نداره مقاومت میکنه. یا حسین بزن. بله تمام. چینیه مرده. چی؟ نه زنده است. چینیه زنده است. در پایان دو فیلم داریم از دو استعداد همیشه جوان که ثابت میکنن هیچ وقت برای شکفتن دیر نیست. Hello, Baru. Hello. Hello. How are you? Hello. Thank you. Hello. Very much. Maradat. Very much. Maradat. I'm shuffling.